اول میای کابل رو لخ میکنی به این صورت، رشته‌هاش از همدیگه جدا میکنی همه رو. بعد طبق رنگ بندی میای میچینی، اندازش ببینید اینجا این جای سوکت یه زائده داره، از اینجا میگیری اینقدر اندازه میگیری، بعد با کفتچینی اندازه رو میبری. بعد میای شونه‌اش رد میکنی، ببینید شونه یه حالت شیبی داره، به این شکل شونه رو باید رد کنی. ردش میکنی، یه فشار میدی، سیما رو اینجا دستتون رو میگیری تا لبه این شونه سیما بیاد بیرون. بعد میای سوکت رو به این شکل جا میزنی، یه فشار دیگه میدی، سوکت زن شبکه اینو پرس میکنی، پینه 8 وارد میکنی به این شکل، دوبار پرس میکنی و تمام به این شکل. این سوکت هم جنسش نسبت به همه سوکت های یوتیوبی بهتره، هم راحت تر است، سوکت میانگذره، عالیه جنسش. درود بر شما.